بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مسلمان، در این دنیای پر از ظلم و وحشت و گمراهی و پر از غم و اندوه، بسیار جای خوشحالی است که ما و شما به بیان پیام الهی و پیام نورانی از اسلام بپردازیم. در اینجا قصد دارم با شما در مورد جایگاه اسلام در زندگی بشریت و راه حل‌های برای بازگشت به سعادت بشریت از طریق اصول اسلامی صحبت کنم. برادران و خواهران مسلمان، اسلام ضامن سعادتمندی بشریت در دنیا و آخرت است. اسلام دین است که برای تمام بشریت آمده است. پیام اسلام تنها مختص به یک قوم و به یک ملت نیست، بلکه برای تمام انسانها در هر زمان و مکان برای سعادت دنیا و آخرت آمده است. الله عزوجل فرموده است: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، به مردم بگو من فرستاده الله به سوی جملگی شما هستم، اعم از عرب و عجم، سیاه و سفید و سرخ و زرد. الذي له ملك السماوات والارض، آن ذات که آسمان ها و زمین از آن اوست. لا اله الا هو، جز و معبود نیست. یحیی و یمیت، زنده می گرداند و می میراند. فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان بیاورید به الله و به فرستاده او. النبی الامی الذي یؤمن بالله و کلماته، آن پیامبری درس نخوانده که ایمان به الله و به سخنهایش دارد. واتبعوه لعلکم تهتدون، از او پیروی کنید تا هدایت یابید. از این آیه معلوم می شود که رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم جهانی است. همان گونه که رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم جهانی است، قرآن کریم نیز برنامه زندگی برای جهانیان است. الله عزوجل فرموده است: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. بسیار با برکت است آن ذات که فرقان را بر بنده خود نازل کرد تا برای جهانیان بیم دهنده باشد. قرآن کریم که معجزه جاودان است وعده داده است هدایت برای انسانها در تمام مراحل زندگی خواهد بود. الله عزوجل فرموده است: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. این قرآن مردم را برای راهنمود می کند که مستقیم ترین راه است برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، و به مؤمنانی که کارهای شایسته و پسندیده انجام می دهند مژده می دهد ان لهم اجرا کبیرا، که برای آنان در سرای دیگر پاداش بزرگ است. اسلام به انسانها مسیر درست زندگی را نشان می دهد، راهی که به سلامتی جسمی، روحی، روانی و اجتماعی انسانها می انجامد. در حقیقت اسلام در جستجوی تحقق عدالت، محبت و اخلاق است و این همان چیزهایی هستند که بشریت امروزی بیش از هر زمان به آنها نیاز دارد. با وجود این که این همه خوبی ها در اسلام است و راه درست به سوی سعادت دنیا و آخرت است، باز هم وضعیت امت اسلامی نگران کننده است. وضعیت فعلی مسلمانان امروز در جهان اسلام، وضعیت مسلمانان به گونه‌ای است که برای هیچ شخص عاقل پوشیده نیست
که بسیاری از جوامع اسلامی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند: فقر، جهل، نبود وحدت، نبود رهبریت سالم دلسوز برای این امت. چرا این گونه شده است؟ آیا اسلام این همه مشکلات را برای مسلمانان می‌خواهد؟ قطعاً نه. اسلام دینی است که به پیروان خود توصیه می‌کند که در تمام امور زندگی به عدل و انصاف پابند باشند. اما متاسفانه در بسیاری از جوامع مسلمانان یا آموزه های اسلام به درستی پیاده نشده و جامعه عمل نپوشیده است، یا اینکه افراد جامعه از اصول اسلام دور شده اند. اما راه حل این همه مشکلات بازگشت به سوی اسلام عزیز است. برای بازگشت به سعادت و خوشبختی حقیقی باید به اصول اسلامی بازگردیم. آنچه که در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است باید در زندگی روزمره امون جاری کنیم و آنها را عملی بسازیم. توجه به اخلاق و تربیت صحیح داشته باشیم. در اسلام اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی از اهمیت خاص برخوردار است. اگر مسلمانان به اصول اخلاقی اسلامی پابند باشند، بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد. وحدت و همبستگی میان مسلمانان داشته باشیم. اختلاف داخلی مسلمانان را از رسیدن به اهدافشان باز می دارد. اسلام بر اتحاد و همدلی تأکید فراوان دارد. مسلمانان باید با هم یک پارچه شوند و بر اصول اسلامی و فرموده های الله و رسول او با هم در یک جهت سالم و صحیح حرکت کنند. الله عزوجل فرموده است: واعتصموا بحبل الله جمیعا. همگی بر اسمان الله چنگ بزنید، از قانون او هیچگاه تخلف نورزید، ولا تفرقوا و پراکنده نشوید. توجه به علم و دانش داشته باشیم. الحمدلله اسلام دینی است که علم و دانش و معرفت را بسیار می ستاید، تعریف و توصیف می کند. برای پیشرفت بازگشت به موقع صحیح در جهان امروزی، مسلمانان باید به علم و فناوری به خصوص در زمینه نوین توجه خاص داشته باشند. زنده کردن شعائر اسلامی در زندگی روزمره، از توحید شروع، نماز، روزه، صداقت و امانتداری، وفا به عهد و سایر عبادات اسلامی و اخلاقی، همه اینها باید در زندگی روزمره زنده شوند، چون که اینها وسیله هایی هستند که انسان را به یاد الله متعال می آورند و در راه درست هدایت می کنند. الله عزوجل فرموده است: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. پس اگر برای شما از جانب من راهنمودی رسد، هر کس که از هدایتم پیروی کند گمراه نمی شود و بدبخت نمی گردد. ابن عباس رضی الله عنهما با استدلال به این آیه گفته است: الله عزوجل برای پیروان قرآن حفاظت از گمراهی را در دنیا و حفاظت از بدبختی را در آخرت ضمانت کرده است. قبل از اینکه سخنان خود را به آخر برسانم، دوست دارم پیام خاص برای تمام امت مسلمان داشته باشم. بنده به عنوان یک فرد مسلمان به همه شما توصیه می کنم، برادر و خواهر دینی ام، به اسلام به عنوان یک سبک زندگی نگاه کنید و به اسلام به عنوان یک برنامه کامل برای حیات نگاه کنید و آن را تنها به عنوان یک مجموعه از قوانین خشک و محدود ندانید. اسلام یک مسیر است، مسیری که به سعادت دنیا و آخرت می انجامد. بیایید در این مسیر همه با هم باشیم. همه ما در کنار هم می توانیم مشکلات جهان اسلام را حل کنیم. اتحاد مسلمانان با پشتیبانی ایمان و عمل به دستورات اسلامی قدرت بی پایان خواهد بود. برادران و خواهران مسلمان، بیایید دست در دست هم به سوی الله عزوجل حرکت کنیم و از تمام ظرفیت های خود برای بازسازی و احیای اسلام در زندگی امان استفاده کنیم. در نهایت الله عزوجل می فرماید: و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. شاید شما چیزی را ناخوشایند بدانید در حالی که آن برای شما بهتر است. باشد که این پیام نه تنها برای امروز بلکه برای همیشه به یاد ما و شما باشد. راه حل در بازگشت به اسلام واقعی است.
در زندگی با اصول اسلامی باشیم و در تلاش برای آبادی عباد و بلاد و در خدمت به مردم بوده باشیم. باشد که در این مسیر همه ما و شما هم پیمان شویم و دست در دست هم برای سعادت فردی و اجتماعی مسلمانان تلاش کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.